این عجیب ترین شغل دنیاست. تصور کن سالی 1,000,000 دلار در میاری اما گوشیت حتی یک خط آنتن هم نداره. دورت تا چشم کار میکنه فقط آبه، یه اقیانوس بی پایان و تنها رفیقات یه مشت ماهی و چند تا همکار خسته است که از بیکاری دارن دیوونه میشن. گاهی واسه سرگرمی وسایل رو میندازن توی دریا که ببینن ماهی ها چطور هجوم میارن. بعضیا هم حتی سگ میارن که تنها نباشن. ولی هنوز 3 ماه نگذشته خود اون حیوونا هم افسرده میشن. اگه تا الان حدس نزدید که این شرایط متعلق به کدوم شغله، باید بگم کار توی سکوی نفتیه. اینجا شب در سکوت مطلقه، اونقدری سیاه که دلت میخواد صدای آدم بشنوی حتی برای یک لحظه. البته زندگی اونجا از نظر امکانات بد نیست. روزانه 6 وعده غذا، باشگاه، کتابخونه و اتاق سرگرمی. اما تنها چیزی که باعث میشه دووم بیاری ماهانه صدها هزار دلاره که واریز میشه به حسابه. حالا شما بگید آیا حاضری توی سکوی نفتی کار کنی؟ اگه به این سبک از موضوعات علاقه‌مندی با رسپکت همراه شو.